فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله مولانا العظیم. بزرگواران محترم، جوانان خداترس، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عنوان امشب من و شما پیرامون نماز کامل است، یعنی نمازی که ناقص نباشه، نمازی که واقعا نماز باشه. بحث امشب ما شما همینطور یک نماز است. خدا برای ما شما نصیب بگردونه. البته یک شب که یک بحث داشتیم اگر یاد شما باشه، بحث عقوبت ترک نماز بود. کسی که نماز نخوانه او یک بحث جدا بود. و یک شب دیگه ماهای خیلی قبل درباره نماز جماعت بود، او یک بحثی جدا بود. و این شب بحث کسی است که او نمازخوان است، به جماعت هم میآید لیکن نماز درست نمیخوانه، نمازش نماز مقبول نیست، نمازش نماز ناقص نیست. پس عنوان این شب به خاطر ما کسایی است که نماز ما را خداوند به حرمت همین عنوان و گفته های این عنوان اصلاح بگردانه. و انشاءالله امشب ما و شما روی نمازهای خود تصمیم جدی میگیریم چه رقم باید نماز بخوانیم. ما آیه شریفه یک تلاوت کنیم، از همین شروع میکنیم. خداوند تبارک و تعالی فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون. مسلمانان به تحقیق رستگار گردیدند، کامیاب شدند. الذين هم في صلاتهم خاشعون. این مسلمانان رستگار چی صفت دارند؟ صفت اولشان، صفت عظمایشان این است که در نماز اینا خشوع می داشته باشند، یعنی شکستگی می داشته باشند، یعنی نماز سنگین، آهسته، آرام، با ادب و بسیار زیبا نماز می خوانند. خداوند اینطور نماز به ما و شما عنایت بفرماید. نمازی را که قرآن میگه. باور کنین که اکثر ما و شما شاید امشب چیزی را که میشنوین نماز نخوانده باشیم. خداوند نماز ما و شما را به دربارش گذشتگیش قبول کنه. در آینده احتیاط میکنیم ما و شما، خداوند ما و شما را محتاط در آینده بگردانه. جناب پیغمبر علیه السلام میفرمایند نمازی که رکوع ناقص، سجده ناقص، حضور و خشوع، شکستگی قلبی و بیرونی در نماز نباشه، نماز بالا میره، دوباره سیاه میشه، پس از زمان دروازه ها برویش بسته میشه، پس میآید بروی من تو زده میشه. الله ایت نماز به ما و شما نصیب نکنه. حتی جناب حضرت قتاده صاحب میفرمایند نمازی که مسلمان را از فحش و بی‌حیایی منع نمیکنه، اون نماز عذاب است در جان مسلمان در روز قیامت. خداوند این نماز به ما نصیب نکنه. یعنی عنوان ما نماز کامل است، نماز درست. الله کریم به من و شما خصوصا به خواهران و زنان ما و شما نصیب کنه که به خواهرای ما و شما زیادتر در این رابطه شاید تقصیر داشته باشن، شاید بسیار تیز نماز بخونن، شاید بسیار بی‌ذوق و بی‌شوق نماز بخونن، مثل که بعضی ما و شما هم بی‌ذوق و بی‌شوق میخوانیم. خداوند اونا را و ما و شما را از برکت همین مجلس زیبا و مبارک توفیق بده که نماز کامل و تمام ادا نماییم به دربار خدا. نمازی که برادران محترم نماز تمام باشه، نماز کامل درست باشه، خداوند در قرآن عظیم شان در سوره عنکبوت میفرماید همینطور نماز کامل و درست ان الصلاة تنهی عن الفحشاء. با تحقیق نماز مسلمان را منع میکند از بی‌حیایی و المنکر و از بدی. عجیب است که مسلمان نماز میخوانه ما دروغ میگه، مسلمان نماز میخوانه ما سود میخوره، مسلمان نماز میخوانه به خواهرای مردم نظر میکنیم، مسلمان نماز میخوانه اما غیبت میکنه. علت در کجاست؟ نماز نخوانده، فقط بالا شده پایان شده، نماز کامل نخوانده. پس هر کسی که برادران محترم چقدر نمازش با ادبتر، سنگینتر، با گریه‌تر، آهسته‌تر، شکستمندتر، اما قدر گناهی او در کمتر میباشه. و بعضی برادرها بعضی وقت در ذهنشون اعتراض پیش میشه که فلانی نفر نماز شروع کرد، 1 ماه میشه نماز میخونه، 1 سال میشه نماز میخونه، اما که فلان بدی که داشت که هنوز اصلاح نشده، با وجودی که نماز خوبم میخونه.
به حضور رسول الله علیه السلام یک صحابه آمد گفت قربان شما گفتین که جبرائیل آورده قرآن گفته که نماز مسلمان از بی‌حیایی من میکنه. فلان صحابی بزرگ شما نماز با پشت شما میخواند یا رسول الله علیه السلام، اما گناه میکند. رسول خدا علیه السلام فرمود زود است که نماز از گناه باز بدارد. بار دیگر کسی آمد گفت یا رسول الله هنوز نماز میخواند و گناه میکند. پیغمبر گرامی گفت که زود است که نمازش از گناهش نگاه بدارد. روزی آمد گفت قربان اون نفری گناهگار توبه کرد. گفت نگفته بودم که نماز از گناه انسان منع میکنه. لیکن کدام نماز برادران عزیز؟ نماز کامل، نه نماز ناقص. الله نمازهای ما و شما را کامل بگرداند، ما و شما را از نماز ناقص بیزار بگرداند. نماز ناقص و بار جان ما میشه. حضرت عبدالله ابن مسعود و حضرت عبدالله ابن عباس میفرمایند نمازی که مسلمان را به نیکی امر نکنه، نماز قسمی باید مسلمان بخوانه که نماز خود مسلمان مثل یک انسان رفیق شوری، نماز انسان به نیکی امر کرده میرود. میفهمیم؟ در اگرا میریم نماز میگی تو بر الان نماز خواندی گریان کردی، چه زیبا نماز خواندی، نظر نکو به نامحرم، نخو شراب، نگیر سود، نزن قمار، نکو غیبت، نکوش آدم را. طور مثال نماز نمیگذاره مسلمان را، ولی خداوند همین قسم نماز رو نصیب کنه به ما شما. عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس رضی الله عنهما گفتن که نماز کسی که او را به نیکی امر نکنه و از بدی منع نکنه، اون نماز او را از خدا دور میسازه. به عوضی که به خدا انسان نماز نزدیک بسازه، اما اون نماز انسان از خدا دور میز. الله با ما شما اینطور نماز نصیب نکنه. و هر کسی که به همچون نماز شما دیدین برش وصیت کنید که برادر مسلمان هستی، نماز که تو نخواندی، مثل که جناب محمد رسول الله علیه السلام فرمود صلی فانک لم تصلی، نماز تا اثر بخوان، تو نماز نخواندی. 3 بار و 4 بار تکرار میکرد نماز میخوان و رسول خدا دورش میرد علیه السلام که نماز تا بخوان که نماز نخواندی، وقت ضایع کردی. الله با ما شما همون نماز کامل نصیب بگرداند. برادران عزیز، بهترین روش، بهترین وسیله‌ای که ما را بتونه ما نماز خوان شویم چی است؟ فقط روش کسایی که نماز میخوانند. کسایی که نمازخوانای خوب هستند اگر میبینیم، اگر نمیبینیم کم میبینیم. کسایی که اونا صحابگان بودند، تابعین بودند، نمازخوانای زیبا بودند، اونا را کتاباشون بخوانیم یا تقاریر که کسی ثبت نیست کساشون از گوش کنیم که صحابگان کرام تابعین از امام اعظم رحمه الله چی نوع نماز میخوان و چی نوع شکستگی در نماز داشت. ببینید خشوع شکستگی قلبی رو میگن. الله و ما شما شکستگی رو نصیب کنه. در نماز به این طرف نظر نکنیم، در نماز ناآرام نباشیم. حضرت جناب عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنه با جناب پیغمبر گرامی علیه السلام داخل صحبت بودم، چند دقیقه صحبت میکردیم، ناگهان وقت نماز میشد رنگ هر دوی ما میپرید، یک دیگر را نمیشناختیم. وقت نماز میشه محمد عایشه را نمیشناسه علیه السلام و عایشه صدیقه محمد رسول الله که سبحان الله میشناسین که کیست. پیغمبر گرامی فراموش میکن. چرا؟ وقتی حضوری خدا استادن شده نی؟ حضرت عایشه میگه که من نمیشناختم که پیغمبر کیست علیه السلام و حضرت محمد رسول الله میگه من نمیشناختم که عایشه کیست. چرا؟ وقتی نماز رسیده رنگ مبارکه اسپرک وار زرد میشد و به حضور خدا استاد میشدن. خداوند به ما شما متون نصیب کنه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نماز میخوانه، راوی حدیثی باید میکرد همچون حضرت عبدالله ابن زبیر صاحب مثل که یک چوب خشک به یک جای استاد باشه، تکان نمیخورد، مثل که پرنده‌ای به شان آدم استاد باشه. ولی ما چه قسم نماز میخوانیم؟ الله نمازهای ما شما رو برادر اصلاح بگردانه. وا ویلا به حال نمازهای ما. الله نمازهای ما رو واقعا نمازهای کامل بگردانه. تصمیم بگیریم. تصمیم شرط اولی موفقیت میباشد. الله ما شما رو امشب مصمم بگردانه، ولی فقط الله لطف کنه سر ما شما. ما اختیار داریم اما لطف از الله میخواهیم. الله جل جلاله برای ما شما امشب لطف بریزانه و دقیق باشیم و گوش کنیم و به دیگران هم چه سخنانی را که میدانیم و یاد میگیریم برسانیم. برادران عزیز، حضرت سعید رضی الله عنه نماز میخوان، همیشه اشک مبارک بریش مبارک قطار میبود. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه
پهلوی خانهش یک مسجد جداگانه ساخته بود. چنان فغان میکرد و گریان می‌ورزید در نمازش که زنان مشرکین قریش می آمد و قرصک زدن و چرسک زدن می‌زدند و تمسخر بالای جناب ابوبکر صدیق می‌کردند، اما ابوبکر نمی‌دانست که در پهلویش کیست و کی نیست. علاوه ما شما نماز ابوبکری را نصیب بگرداند. جناب عمر فاروق رضی الله تعالی عنه با هیبت و شان و شوکتی که دارند، وقتی که وقت نماز میشد پادشاه اسلام است، رنگ مبارک زرد میشد. یگان اگر شما خنک خورده باشین، سرما خورده باشین، دندان به دندان میخورین، تک 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 میکنه. دندان مبارک حضرت عمر به هم دیگر میخورد. پرسان میکرد یا عمر چرا دندان به هم میذارین؟ میگفت آخر به حضور جبار میستم، به حضور خداوند تبارک و تعالی میستم، من چطور دندان نزنم؟ در تک تک دندان مبارک میلرزید. و جناب حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه روزی که شمشیر میخوره و از دنیا میخواه بروه شهید میشه، قبل از شهادت بارها ظوف میکرد، اما خانم عزیزش بیبی صاحبان از خانه گفت که حضرت عمر صاحب اشاره میکرد که وقت نماز شد عمر خبر کنین رضی الله عنه. عمری که وقت نان می آورد، ببینین یک کسی که زخمی باشه چقدر به آب ضرورت داره، تشنه میشه، آب می آورد و میگفتن عمر آب آوردیم. عمر ظوف کرده بود، شمشیر خورده بود، چند شمشیر حضرت عمر صاحب خورده بود، از جا بر نمیخواست، اما وقت نماز میشد میگفتن الصلاه عمر، وقت نماز شده از جا بر میخزاد، میگفت کدام طرف بدهم، در حالی که بیهوش بود، آب نمیخورد و نان نوشیدن نمیکرد، ولی لذت نماز در یافته بود. میفهمید که انسانیت در نماز است، آدمگری در نماز است، دل صاف بودن در نماز است. هر چیزی که انسان در جای میرسه یکی از وسایل بزرگش نماز است که جناب رسول الله علیه السلام میفرمایند نماز معراج مسلمان است. اما کدام نماز برادران؟ یک بار جواب بدین با آواز بلند. نماز کامل. نماز کامل خدا به ما شما نصیب بگردانه. حضرت عثمان رضی الله عنه سبحان الله اگر از هر کدام بحث کنیم به خدا شبها میگذرد و نماز تنها عثمان به اختتام نمیرسد. عثمان رضی الله عنه خود مبارکش روایت میکند شنیدم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را که فرمودند مسلمانی که به او نماز فرضی ها میشه بسیار زیبا وضو میگیره، تیز وضو نمیکنه، بسیار به اخلاص وضو میکنه و اگر میتونه گریه بکنه با وضویش، اگر نمیتونه چیزی بخونه، اگر نمیتونه ساکت باشه ولی به اخلاص وضو کنه که آری به حضور خداوند تبارک و تعالی میسته. بعد از اینکه بسیار خوب وضو میکنه بعد چی کنه؟ و خشوعها و خشوع نماز هم زیبا میگه. خشوع چی نمیگه؟ شکستگی قلبی، شکستگی نمازش هم برابر میسازه و بعد از نماز هم رکوعش برابر میکنه. بعضی رکوع درست در نماز نمیکنه، امی که به مجرد خم میشه بار بالا میشه. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. از نام خدا، از برای خدا میشرمه، از نام خدا فرار میکنه. از عظیم گفتن زیاد خوش نمی اوچت در پا میشه. ولی اگر اون کسی که عاشق اون دختر باشه اگر 10 بار اون دختر خواهش کنه که بگو فلان مثلا به خدا 10 بار شیرین میگه که فلانیه اما به عشق گفتن نمیتونه. سبحان ربی العظیم. خداوند به شما این قسم رکوع رو نصیب کنه. عثمان صاحب فرمود کسی که امیتون رکوع میکنه، امیتون نماز میخونه، امیتون روزی درست میکنه، تماما گناهانش بخشیده میشه اگر گناه کبیره نکرده است، یعنی تماما گناه صغیرهش بخشیده میشود. این حدیث در صحیح مسلم شریف نقل گردیده است. الله به ما شما امیتون نمازی که حضرت عثمان روایت میکنه الله نصیب بگردد. جناب حضرت علی کرم الله وجهه رضی الله تعالی عنه اون مبارک تیر میخوره. ببینید که مسلمان های صدر اول اسلام از برای خدا در بدن مبارکشان تیر میخوره. یک کسی آمد گفت قربان از پای شما تیر میکشم. یک صحابه